қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 116. асари тоҷикон шӯлае буд ки ба саҳифаҳои торику фаромӯшгаштаи таърихи миллати тоҷик равшанӣ андохта, падидаҳои худшиносӣ ва ифтихори миллиро такмил дод. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. халқи тоҷик дар арафа ва давраи революсияи солҳои 1905-1907. вазъияти кишвари туркистон дар арафаи революсия. در مرحله مناپالیستی انکشاف کپیتالیسم روسیه در باب استفاده ذخیره‌های ملک‌های مستملکه‌ای آن سرمایه بانک‌ها مقام مخصوص پیدا کرد. دوره‌ای که مورد نظر است دوره‌ای میباشد که چشم کلانترین بانک‌های روسیه به ترکستان دوخته شد. چنان که پس از باران بهاران زنبورها یکباره بروی میزنند، انا همین خیل در شهرهای تاشکند، سمرقند، اندیجان، خوقند، بخارای نو، کاغان و دیگر شهرها بانک دولتی آن طرف ایستد، شعبه و شعبچه های مختلفی کارخانه های گوناگون مالیه پیدا شدن گرفتند. سرمایه بانک ها اساساً خود را به صناعت پخت میزد، ولی از دیگر ساحه های اقتصادیات آسیای میانه هم رو نمی گرداند. مثلا روسکی для внешней торговли بانک روسی تجارت خارجی اساساً به سودای پست قراقوری چسبیده گرفت. روسک ازوفسکی بانک روسو ازو ساختمان راه آهن بخارا را با پول تأمین می کرد و در امارت بخارا کلانترین اجاره‌گیری زمین بود. ازوفسکو دانسکوی بانک ازاو دانکی با آن ارکان صناعت گازوار پختگین پیتربورگ صاحب اختیاری می کردند، تمام خرید پخته و کارکرد نخست آن را به دست گرفت. در این کار شریک و در عین حال رقیب آن سیبیرسکی ترگوی بانک تجارتی سیبیر بود. در این گوشه دوری امپریای روسیه مسکوفسکی учетно судный بانک حسابی و بونک دهنده مسکو هم تکاپوی زیادی داشت. در یک خود شهر بخارا در سالهای جنگ یکم جهانی 8 شعبه بانک ها، 1 شعبه بانک دولتی و 7 شعبه بانک های خصوصی کار می کردند. معاملات 6 تای آنها به حساب میانه سال 1915 20 میلیون سوم بود. در اینجا برای عملیات شرکت های کارچلان حریص شرایط بسا مساعد مهیا گردید. انا بعضی از آن شرکت های پولچلان، شرکت تجارت و صناعتی منوفکتوری کلان یرسلاف، شرکت های اندریف، پاتیلیخوفسکی مسکو، شرکت تجارتی برادران کرافت، شرکت تجارتی برادران ودیایف ها، شرکت تجارتی برادران شلوسبرگ، شرکت سهمداری گازوارهای پختگین پوزنانسکی، شرکت تجارت با ایران و آسیای میانه و غیره و هاکذا. همه این درندگان کپیتالیستی که به شرکت و شرکتچه های از خود خردتر تکیه داشتند، دهقانان، پرلیترها، نیم پرلیترها، کاسبان را بیرحمانه طلب و تاراج می کردند. خلقهای مظلوم آسیای میانه مثل دیگر خلقهای بسیار ناحیه های امپریای روسیه هم از رونق و رواج مناسبت های کپیتالیستی عذاب می کشیدند و هم این مناسبت ها به درجه کافی رونق و رواج نداشتند. در کشور ترکستان استحصالات مالی رواج می یافت، اما این پروسس پروگرسیوی
در شرایطی جریان داشت که در خواجگی قشلاق مناسبت‌های تا کپیتالیستی استحصالات پرره حکم فرمایی می کردند و این باعث همین می شد که مهنتکشان بیش از پیش تالان و تاراج می شدند. تقسیمات اهالی به صنفها و به درجات مال و ملکداری سرعت می گرفت. یکی از آفتهای مدهش اقتصادیات ترکستان سودخوری بود که به رواج آن بانک ها خیلی مساعدت می کردند. بانک ها به شرکت های کلان پخته و دیگر خواجگی ها پول قرض می دادند. در بالای این پول جنگ و جنجال و ماجرا و خرخشه زیادی می شد. این پول از دست یک عالم گماشته و وکیل و میانره و جلاب و دلال گذشته فایز خود را زیاد می کرد. کار به درجه می رسید که اگر بانک به شرط 6.5 فایز فایده قرض داده باشد، پول تا به دست استحصال کننده بی واسطه تا به دست دهقان پختکار رسیدن فایز خود را 10 مراتب زیاد می کرد و تا به 50-70 فایز فایده می رسید. ترازودار و پختکش ها در خرید و فروش پخته یک نوع گماشته های بانک ها بودند. ترازودار از سوداگر سیرپول یا بانک بونکی کلان گرفته به طرز کوتره پخته زیادی را می خرید. عادتاً ترازودار این بونک را بین پخته جلاب های خردتر بین پختکش ها تقسیم می کرد و آنها فایده قرض را باز زیادتر کرده 100 فریب و نیرنگ ساخته هم از پود و هم از تار زده به سر دهقانی بیچاره بلایی می شدند. خلق تاجیک در عرفه و دوره رولوسیون سالهای 1905-1907. احوال مهنتکشان. حاجتی گپ نیست که همه این دسیسه ها به دوش مهنتکشان باری گران می گردید و آنها را به غلامان یک عمره یک عالم سودخوران تبدیل می داد. مقدار قرضی که پختکاران از مؤسسه های قرض دهنده و مالیوی گرفتند روشن دلالت می نماید که آنها چقدر به قرض غوطیدند. در آخرهای سال 1912 این قرض به حدی بی حد بزرگ قریب به 160 میلیون سوم رسیده بود. دهقانانی که زمین خود را به گرو مانده از سودخوران قرض می گرفتند اکثر وقت قرض خود را در مهلتش داده نمی توانستند و از زمین خود محروم می شدند. دهقانان خانه بردوش یا بطرک یا چاریککار یا خود کارگری عادی می شدند. در برابر این شماره زمینداران کلان و بایها می افزود. حکومت پادشاهی هر جانبه مدد می رساند که خواجگی بایها در رونق باشد. مثلا خواجگی که تا نالو از 10-5 دیسیتین زمین داشت برای هر یک دیسیتین 8 سوم و 64 تین انداز می داد. در عین حال خواجگی هایی که زیاده از 6 دیسیتین زمین داشتند برای هر یک دیسیتین 6 سوم و 96 تین انداز می دادند. بایها زمین دهقانان ناعلاج مانده را خریده می گرفتند. به همین طریق غیر از زمینداری کلان فیادالی، زمینداری نیم فیادالی و بایی هم معمول شد. مثلا سال 1908 در اویزد خوجند یک چند بای صدها دیسیتین زمین داشتند و 1369 خواجگی دهقانان عموما زمین نداشتند. 1000 خواجگی باشد از 1 تا نالو از 125 تناب زمین داشت. در خشلاق قیستکوز حاضر ولایت لینین آباد 70 خواجگی بای و ملاها 3000 گکتر زمین 18000 دهقانان باشند از 500 گکتر اندک زیاد زمین داشتند. در خوجند، اوراتیپه، ناو و کانی بادام
نرخ یک دیسیتین زمین 4-8 هزار سوم بود. دهقانان خانه ویران گردیده مردکاری می کردند یا خدمتگاری دری بایها و سوداگران و سودخوران می شدند. پخت جلاب ها و سودخوران از بیسوادی و نادانی دهقانان استفاده برده آنها را فریب می دادند و طلب و تاراج می کردند. مثلا به دهقان 100 سوم قرض می دادند و به قیمت 500 سوم وکسل را امضا کننده می گرفتند. همه این تجزیه صنفی دهقانان را سرعت می داد. مستملک بودن کشور، ساخت اجتماعی و اقتصادی امارت، درجه نهایت پست صناعت باعث آن می گردید که دهقانان پرولتر نی بلکه پاوپر می شدند. پاوپریزم بی نهایت وسعت می یافت. دهقانان از یک پارچه زمین خود محروم شده برای از گشنگی نمردن به کارخانه های صناعتی رفته کار می کردند و همین طور اولین کادرهای پرولتاریات محلی به وجود می آمد. این کارگران در کانهای مطلقا بی جهاز انگشت و معدن و نمک و غیره مهنت می کردند و شرایط کار آنها بی مبالغه از شرایط جهنم بدتر بود. در عرفه سال 1905 در آسیای میانه تا 32,000 نفر کارگران بودند که 77% آنها را کارگران ملت‌های محلی تشکیل می دادند. در ولایت فرغانه که صناعتش بیشتر ترقی یافته بود تا 40% کارخانه‌های تمام کشور واقع گشته در آنها زیاده از 8,000 نفر کارگران کار می کردند. در ولایت سمرقند 2,800 نفر کارگران بودند. اولین کادرهای پرولتاریات محلی از جمله دهقانان بینوا گشته تشکیل می یافتند که آنها در جستجوی کار به شهر روانه می شدند. قسم اساسی پرولتارهای اولین تاجیک مردکاران، کارگران موسمی به حساب می رفتند و آنها در کانها، کارخانه‌های ولایت سمرقند، زوادهای پخته فرغانه، در ساختمان راه آهن کارهای وزنین زور طلب را به جا می آوردند. در ربایی و ترانه‌های غریبی که تا به زمان ما آمده رسیدند از روزی سیاه مردکاران تاجیک و غریب مزار شدن آنها سخن می رود. در غریبی گشته گشته رنگ زرد آورده ام، رنگ زردم را به پیش اهل درد آورده ام، رنگ زردم را ببین و از خزانم یاد کن، در سری قبرم نشین و یک دمی فریاد کن. در عین زمان از دیهات برای مردکاری به شهرها برآمده رفتن اهالی حادثه پروگرسیوی می باشد و اهالی را از جاهای دور افتاده، پسمانده، تاریخ فراموش کرده بیرون می آرد و به گرداب حیات حاضره جمعیتی می کشد. این خلاصه لینین که نسبت به دهقانان روس برآورده است نسبت به دهقانان تاجیک هم کاملا تطبیق پذیر است. مردکاران تاجیک از دیار خود برآمده به کارگران روس وامی خوردند و با همراهی آنان تمام عذاب و اذیت استثمار کپیتالیستی را از سر می گذراندند. رابطه با پرولتاریات روس در جریان تشکل پرولتاریات تاجیک رول کلان ریولوسیونی کنانی بازیده بود. در بین اولین پرولتارهای تاجیک بعضاً به مقابل ظالمان اسیانهای نامتشکل سر می زدند. اسیانی که سال 1885 در کانهای انگشتی زوران کشتوت به عمل آمده بود به این مثال شده می تواند. کارگران نظارتچی را داشته زده تجهیزات را ویران کردند و اوستای کان و نظارتچیان را گرفته به پنجکین روانه شدند که برای معامله بیرحمانه به حکومتداران شکایت کنند. در اسیان 80 کس اشتراک کرده بود.
در پنجکین 30 نفر از اسیانگران را حبس می کنند. شکایت بی عاقبت می ماند. آشوب کارگران فرو نشانده می شود. درباره دیگر آشوب‌های کارگران کرایکی علل خصوص در ابتدای عصر 20 تیز به وقوع می آمدند معلومات ناقص باقی مانده است. این آشوب و شورش های مهنتکشان علل خصوص در ابتدای عصر 20 نهایت وسعت یافتند، ولی در آن دوره آنها راهبریتی پرولتاری نداشتند و داشته هم نمی توانستند. بنابراین غضب خلق تنها در شکل شور و آشوب‌های جداگانه و استخیوی ظاهر می گردید. همه این شور و آشوب‌ها را حکومت پادشاهی و حکومتداران محلی ترکستان بیرحمانه پخش می کردند. خلق تاجیک در عرفه و دوره رولوسیون سالهای 1905 1907. وضعیت امارت بخارا در عرفه رولوسیون سالهای 1905 1907. امارت بخارا در دوره از سال 1868 تا آخر عصر 19 استقلالیت خود را تا رفت بیشتر از دست می دهد. در سال 1886 در بخارا اگنتی سیاسی امپراتوری روسیه تأسیس می یابد که آن به وزیر کارهای خارجی و گنرال گوبرناتور ترکستان تابع بود. اگنتی در امارت بخارا سیاست مستملکه‌داری حاکمیت پادشاهی را به عمل می برآورد. در ابتدای عصر 20 در قلمرو امارت قشون 8000 نفری پادشاه موجود بود که آن خط سرحد و پونکت‌های مهمترین استراتژی امارت را اشغال می‌کرد. در سال 1895 قلمرو امارت به سرحد باجخانگی امپریای روسیه همراه کرده می‌شود. امیر از حقوق سکه زدن پول بی اجازت گنرال گوبرناتور ترکستان محروم می گردد. در پایتخت امارت شعبه بانک دولتی روسیه گشاده می شود. شعبه های بانک های خصوصی پیدا می شوند. بانک ها اقتصادیات مملکت ها را تدریجاً به دست گرفته به ساحه سودا، به پختکاری، گوسفندهای قراقل پروری و هاکذا سر می درآورند. اقتصادیات امارت بخارا علل خصوص ناحیه های شرقی آن مثل پیشتره خصوصیت نهایت خفامانده زراعت پروری داشت. در ناحیه های تاجیک نشین صناعت قریب عموما نبود. در تمام بخارای شرقی فقط در جیلیکول یک زبادی خوردی پخته کار می کرد. یگانه ساحه صناعت که گویا اندکی جان گرفتنی می شد صناعت استخراج معدن بود. اگر مقیاس ثروت زیر زمین تاجیکستان را به نظر گیریم اندازه آن هم ناچیز بود، ولی همین را هم گفتن در کار که به شرافت زحمت عالمان و سیاحان مشهور چاریک آخر عصر 19 روسیه کانهای کلان انگشت، طلا، آهن، قرقاشیم، میس سلیتر، نمک و غیره کشف شدند. ولی به استفاده با ثمر این کانها قفامانی عمومی اقتصادی بخارا مانع می شد. غیر از این بایهای محلی می ترسیدند که به این سودای ناشناس و نامعلوم مبلغی گذارند. به این سبب و باز با بعضی دیگر سببها تشکیل استفاده کانها در اختیار صاحبکاران امپریای روسیه ماند. یکی از کارمندان با غیرت این عرصه انجینری کوهکاری ژرافکا پاکورسکی بود. با دستگیری اگنتی سیاسی امپراتوری روسیه در بخارا به وی میسر شد که با امیر شرط نامه بندد
ایونی سال 1895 و حقوق پیدا کند که کانهای طلای بیکی بلجوان و درواز را استفاده برد. ژرفکا پکورسکی در ساحل دریای یخسو در بلجوان کان طلا را به کار انداخت که از آن سال 1900 5 قداق و 18 نخود و سال 1909 16 قداق و 23 نخود طلا گرفته شد. دیگر نمودهای معدن را اساساً خود اهالی محلی استخراج می کرد و به خوجینهای خود حق کلان اجاره می دادند. محض به همین سبب مثلا بیکی بلجوان و اطرافیانش هر جانبه پیش راهی صاحبکاران روسیه را می گرفتند و نمی ماندند که آنها به کانهای طلا کاردار شوند. حق اجازت استخراج طلا بعضاً چاریکی تمام آن طلایی بود که زرشوی‌ها با مشقت به دست می آوردند. اگر این را هم به نظر گیریم که بعد ادای حق اجازت باز زکات دادن در کار بود، امین و یک عالم کلان شونده های و ملاها را قناعتمند کنانیدن ضرور بود، خود از خود روشن می شود که صناعت استخراج معدن فایده کذایی نداشت. به هر حال به صاحبکاران محلی درآمد کرایی نمیداد. خلق تاجیک در عرفه و دوره رولوسیون سالهای 1905 1907. رونق معاملات تجارت. پس از انجام ساختمان راه آهن تاشکند که آسیای میانه را با ارنبورگ و مسکو پیوست، تجارت خیلی رونق یافت. مثلا اگر سال 1865 صادرات بخارا 3,306,000 سوم طلا و وارداتش 1,913,000 سوم طلا باشد، پس سالهای 1900 1904 به حساب میانه صادرات به 23,700,000 سوم طلا و واردات به 23,200,000 سوم طلا رسید. مناسبت های پولی و مالی خیلی رواج یافتند. دهقانان بیش از پیش برای بازار شده کار می کردند و به تقاضای صادرات مطابق می شدند. اگر سالهای 1850 1860 برای صادرات تقریباً 50,000 پود پخته جدا کرده باشند، پس در عرفه عصر 19 الکی 1,200,000 پود پخته برای صادرات جدا کرده شد. در میانه های عصر 19 صادرات پوست قراقوری سال همگی 40,000 دانه باشد. این مقدار در ابتدای عصر 20 به 1,000,000 دانه رسید. مثل همین صادرات پشم هم سال از 100,000 پود تا 150-170,000 پود افزود. بخارای شرقی هم مثل تمام امارات از واردات روزافزون مالهای فابریک و زوادهای روسیه خیلی زیان دید. مقدار فروش این گونه مالها در بخارای شرقی نسبت به ولایت‌های ترکستان کمتر باشد هم، ولی به آن درجه بود که توانست به صناعت کاسبی محلی ضربه کرایی زند. این ضربه را فقط مشکل گذر بودنی بعضی ولایت‌ها و ناحیه‌ها اندک سبک کرد. در یک چند شهرهای نسبتاً کلان بخارای شرقی، دوشنبه، حصار، کولاب، قره‌طاق، بلجوان، استحصال گزوارهای ابریشمی و پشمی و پختگین، مصنوعات کلاری و چرمگری، اسباب زراعت، کارد و شمشیر و غیره ادامه داشت. ضمناً بعضی بیکی ها محض در استحصال این یا آن نمود محصولات و مصنوعات تخصص می یافتند. مثلا درواز که از کانهای معدن آهن بای بود،
اساساً مصنوعات آهنین می برآورد و ناحیه های همسایه را هم با اسباب و انجام زراعت تأمین می کرد. در کولاب و بلجوان چرمگری و استئثار مصنوعات چرمین مقامی نمایان داشت. حصار با شاهی های خود، قراتیگین با خورجین های پت، نمد، گزوارهای پختگین، قبادیان با ابریشمی خود نام برآورده بودند. در بیکی ها اینچنین کارخانه و دکان هایی که برای تأمین احتیاج روزگاری مردم ضرور می باشند نیز وجود داشتند. آسیاب ها، آبجواز ها، جوازخانه ها، دکان های آهنگری، میسگری و غیره. خودسری و بیدادی فیعدل ها برمنخ استحصالات این ساحه ها هم مانی شد. نمی ماند که آن کم و بیش بیملال وسعت یابد. مثلا گزیته ترکستانسکی ویدمستی نوشته بود: در بیکی حصار بیشبه شاهی در جهان بهترین استحصال کرده می شود، ولی آن مطلقا به بازار نمی براید، زیرا تمام آن را خودی بیک کشیده می گیرد و نرخش را هم خودش می ماند و بر ضمن این چند توبی آن را یک تین نداده از آن خود هم می کند. خلق توجیک در عرفه و دوره ریولوسیون سالهای 1905-1907 وضعیت کشوری ترکستان در عرفه ریولوسیون. احوال اهل مهنت. در خواجگی قشلاق رواج یافتن مناسبت‌های پولی و مالی تجزیه دهقانان را خیلی تیزاند. در یک قطب بایهای کولک و در قطب دیگر کمبغلان، بطرک‌های بیزمین، بردکاران، یتیمان، خدمتگاران، مظلومان جایگیر شدند. دهقانان از کلفتی بیزمینی از جان بیزار می شدند. مثلا در بیکی حصار بایها که همگی 7.6% اهالی بودند، 45.6% تمام زمین‌های آبی را صاحبی می کردند. در دست 28% خواجگی‌های کم زمین همگی 1% زمین‌های آبی بود. در ریان حاضره آرژنیکیدزی آباد 1.3% بایها 32% زمین‌های آبی را صاحبی می کردند و 38% خواجگی‌های کم زمین همگی 2.3% زمین را کشت می نمودند. بایها و سودخوران دهقانی سرسخت را با 1000 حیله و نیرنگ خانه ویران می کردند و مجبور می ساختند که قرض بردارد و یک پاره زمینش را به گرو ماند. برای اینکه دهقان در زمین خودش کار کند مجبور بود که به قرضخواه فایده ناانصافانه دهد. همه این تالان و تاراج را با وثیقه زمین به رسمیت می در آوردند که آن دهقان را دست و پا بسته به دست بای می داد و تمام لاق و پر و چیز و چاره و اهل و عیالش به اختیار بای یا سودخور می گذشت. шумо гуфтори 116-ро аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хоҷамқуловхон, коргардон Шералӣ Навзалӣ.